بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلا فاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. همه چیز برای جهاد بزرگ با هدف نابودی کامل کلیه منافع اقتصادی آمریکا در منطقه غرب آسیا آماده است. ما شروع کننده جنگ نبودیم و اکنون هم شروع کننده نخواهیم بود. اما اگر دشمن آسیبی به نیروگاه‌های ما برساند ما برای دفاع از کشور و منافع ملت خود دست به هر کاری خواهیم زد و روند بدون توقف نابودسازی اهدافی که بیان شد آغاز خواهد شد و هیچ چیز نمیتواند مانع استمرار عملیات ما برای نابودسازی زیرساخت‌های انرژی، نفت و صنعت آمریکا و همپیمانان او در منطقه شود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.